گروه راننده‌های قرغیز ادعا دارند که مرزبان‌های تاجیک روز 6 ایون در پاسگاه قرمیق که در مرز جرگتال و اوش جایگیر است مانع آنها شده برای وارد شدن 10 ماشین باربری آنها به حدود تاجیکستان پول طلب کردند. این شکایت از جانب انجمن انتقال دهنده های بار قرغیزستان رسید و به ادعای آنها برای هر ماشین گویا مرزبان های تاجیک حق طلب کردند. مقامات تاجیک وجود چنین شکایت ها را درگذشته هم اعتراف می کنند و می گویند که در پی تصدیق چنین فکت ها عاملان جزا می گیرند. ولی حالا اصل ماجرا چیست؟ سوال است که با آن به همکارم مردانی محمد در شهر دوشنبه پاسخ می دهد. روز گذشته در پاسگاه مرزی قرمیق در ناحیه جرگتال واقع در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان مرزبانان تاجیک 10 ماشین باربری قرغیزستان را برای وارد شدن به حدود تاجیکستان اجازه ندادند. جانب قرغیزستان ادعا دارد که مرزبانان برای ورود هر ماشین باربری قرغیزستان 100 سامانی طلب کرده است. طالبای اوشبایف رئیس اساساسی انتقال دهندگان بار قرغیزستان روز 7 ایون به رادیوی آزادی گفت که مرزبانان تاجیک از رانندگان ماشین های باربری قرغیزستان که از چین به ناحیه دنغره تاجیکستان تجهیزات و دستگاه ها را انتقال میدادند برای ورود آنها به خاک تاجیکستان 100 سامانی تقاضا کردند. و حالا جانب‌های تاجیکستان و قرغیزستان این بحث رو به کدام شکل می‌خواهند حل کنند مردان؟ مسئولین سرریاستی مرزبانی کمیته امنیتی ملی تاجیکستان در واکنش به این ادعا گفتند که چنین یک حادثه 4 روز قبل در این پاسگاه مرزی رخ داده و رانندگان تاجیک و قرغیز با آنها شکایت کردند که مرزبانان تاجیک برای ورود ماشین های باربر از آنها پول تقاضا میکنند. محمد اولوخواجه سخنگوی این ریاست به رادیوی آزادی گفت که برای بازرسی و تفتیش این گونه ادعاها یک گروه کاری در پاسگاه مرزی قرمیق سنجش خدمتی گذراندند و این سر و صداهایی که این ادعاها واقعا هم درست بوده و اون افرادی که از رانندگان پول تقاضا کرده بودند مجازات شدند. تشکر. همکارم مردان محمد از شهر دوشنبه شکایت باربرهای قرغیز را از پولستانی غیر قانونی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان شرح داد.